تاجیکان آینه تاریخ ملت تاجیکستان با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزار همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با تشبس‌های بین‌المللی در سیارات دولت پیشنهاد تشبسکار و فتح نصرت فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم ننگانی عزیز. برنامه اخبار از تلویزیون تاجیکستان مستقیما منظورتان می‌گردانیم. امروز در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پرد حربی به افتخار 30 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. پرد نیزو توجه بابای محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان هیئت شخصی جزءسام‌های ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق با مناسبت 30مین سالگرد تأسیس‌یابی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان صف آراستند. فرمانده گوارد ملی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونی گوارد جمالزاده. سلام رفیقان. شما را به مناسبت 34 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی تبریک میگویم. محترم گنرال ها و افسران، پراپورشکا و سربازان گواردیای ملی و ساختارهای حمایت حفظی خود. چهارمینی با تنتنه امروزه به افتخار
سی سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی در عرفه جشن بزرگ و مقدس ملی 34 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان برگزار می‌گردد. بنابراین کل خدمتچیان حربی همچنین سابقه‌داران گواردیای ملی را به مناسبت جشن بزرگ استقلال دولتی و روز تأسیس یابی گواردیای ملی یعنی سنه‌های واقعاً تاریخی صمیمانه تبریک میگویم. به همه شما سلامتی و در اجرای مسئولیت پرشرف کسبی یعنی حمایه امنیت و آرامی جامعه، حفظ دستاوردهای استقلال و منفعت‌های دولت و ملت موفقیت و برای کار آرزو می‌نمایم. گواردیای ملی واحد مخصوص دارای اقتدار و امکانات‌های معاصر و آماده باشی بلند بوده در تشکل نظام مدافعی مملکت نقش مهم دارد. آن با مقصد حمایه استقلال و آزادی و تمامیت ارضی کشور اشتراک در محافظت انشاءات‌های مهم دولتی، ترتیبات جمعیتی، همچنین برای اجرای دیگر وظیفه‌هایی که از جانب رهبریت مملکت گذاشته می‌شوند تأسیس داده شده است. گواردیای ملی مثل دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب استقلال در دوره برای کشور بنهایت وزین و حساس و در زمینه یک بریگاده تعیینات مخصوص تأسیس داده شد. هیئت شخصی این نهاد حربی از روزهای اول تأسیس یابی خود در برابر دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت راه خیلی دشوار و سنگین ولی پرشرف را سپری کرده نام پر افتخار گواردیاچی را با جسارت و جوانمردی و خدمت صادقانه به دولت، وطن و خلق تاجیکستان حفظ نمود. حالا گواردیای ملی که ما آن را همچون رمز دولتداری نوین ملی و با در نظر داشته نشانه‌های تاریخ گذشته ملت تاجیک تأسیس دادیم و یک ساختار قدرتمند حربی تعیینات مخصوص تبدیل یافته است که این در نوبت خود یکی از عامل‌های مهم حفظ استقلال و آزادی، تمامیت ارضی کشور و امنیت دولت و جامعه می باشد. افسران و سربازان گواردیا تا امروز وظیفه‌های کسبی خود را همچون کفیل ثبات و آرامی جامعه سربلندانه اجرا کرده ایستادند. فعالیت 30 ساله گواردیای ملی ثابت می‌سازد که این ساختار حربی حالا به مکتب آماده سازی کادرهای بلند احساس و به دولت و ملت صادق و وفادار مبادل گردیده است. با قناعتمندی میتوان گفت که امروز خدمت در صف‌های آن مایه افتخار هر یک جوان وطن دوست و وطن پرور می باشد. خاطررسان می نمایم که خدمتچیان حربی گواردیا در سالهای بسیار حساس و تقدیرساز حیات خلقمان پهلو به پهلو با دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت برای برقرارسازی حاکمیت کنیسانی، مبارزه با تروریسم و اکستریمیسم، تامین نمودن صلح و ثبات و حیات آسایشته مردم تاجیکستان سهمی ارزشمند گذاشته‌اند. شجاعت و مردانگی گواردیاچیان تاجیک ادامه کارنمایی و فداکاری هزاران نفر رادمردان سرزمینی اجدادیمان می باشد که خدمت کردن و مرز و بوم را رمز ننگ و ناموس، رسالت جوانمردانه و وطن دوستانه و خدمت به پدر و مادر می دانستند. زیرا حمایه سرزمین اجدادی و آبادگردانیدن آن وظیفه ایمانی و وجدانی هر یک فردی با ننگ و ناموس ملت کهن بنیاد تاجیک به حساب رفته. همچون عامل مهمی تربیت وطن دوستی و رکن اساسی جوانمردی
از نسل به نسل به میراث مانده است. تاکید می‌سازم که خدمتچیان حربی گواردیا و عموما همه ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق باید دارای ملکه و دانش مکمل، انتظام قطعی حربی، سطح بلندی کسبیت، شجاعت و دلیری، هوشیاری و زیرکی و نمونه عبرت صداقت و وطنداری باشد. عصر ذهن صنعی، عصر علم، عصر تکنولوژیا، یعنی عصر نظامیان سطح بلندی کسبی. ما باید همه روز دایر به تیار کردن کادرهای کسبی از همه لحاظ آمادگی داشته باشیم و آماده نماییم. علاوه بر این آنها وظیفه خود را در نزد وطن و خلق تاجیکستان در صورت سربلندانه اجرا کرده می توانند که مفهوم وطن و وطنداری، قدر و قیمت استقلال و آزادی و دیگر ارزش‌های نیک ملی را عمیقاً درک نمایند. فرزندان مانند ناموس وطن، خدمتچیان حربی همه جزء تامای قوای مسلح باید همیشه در خاطر داشته باشند که توانایی دولت و استواری پایه‌های دولتداری از غیرت و متانت و خدمت صادقانه آنها از جمله هیئت شخصی گواردیای ملی وابسته می باشد. این مسئولیت بزرگ را تنها توسط رعایت قطعی آیین‌نامه‌های حربی، سطح بلند مهارت و معرفت ناکی و مهارت و صلاحیت کسبی، اینچنین زیرکی سیاسی و اراده مستحکم به جا آوردن ممکن است. حکومت مملکت با مقصد بلند برداشتن قابلیت مدافعی مملکت، کسبیت و آمادگی حربی خدمتچیان حربی قوای مسلح از جمله گواردیای ملی در سمت تامینات با تکنیک و تجهیزات و منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی و خدمت آنها همه این ذخیره و امکانیت را سفربر کرده ایستادند. ما کوشش میکنیم برابر رشد و ترقیات پیشرفت جامعه و دولت، اقتصادیات سال به سال تامینات از لحاظ نظامی تکنیکی مجهز گرداندن قواهای مسلح مملکت، ساختارهای حفظ حقوق را در سطح بلند تامین نماییم. برای اداره کردن ما باید سطح بلندی کسبی داشته باشیم، یعنی کادرهای نظامی را در سطح بلند آماده نماییم. حالا ما چی در داخل چی در خارج هزارها نفر آماده کرده ایستادیم، لیکن ما افسران باید باز آموزی کردن را فراموش نسازیم. جهان امروزه را تحلیل کنیم. ما در کجا قرار داریم؟ امنیت دولت و ملت را ابی نگاه داشتن این وظیفه مقدس ما شما. ما از سر گذرانیدیم. هزارها جوانمردان برای امروز، برای آبادی ما شما، برای صلح و ثبات کامل جانبازی ها کردن که به امروز ما شما را رسانید. از همه مهم حس بلندی ملی داشتن نمانده کار. ما شکرانه کنیم وطن داریم، دولتی صاحب استقلال داریم، نه اینکه امروز ما را تنها میشناسند و میدانند. ده ها پیشنهادهای ما در اصل بین المللی قبول گردید و عملی گشتی ایستاده است. ملت تاجیک را احترام میکنند، نه اینکه اعتراف کردند. ما باید از این افتخار داشته باشیم. در کدام گوشه کنار نباشیم، در کدام منصب و وظیفه خدمت نکنیم، پیش از همه حس بلندی ملی داشتن در کار، حس بلندی وطن دوستی و وطن پرستی داشتن مانده کار. کادرهای جوان را تربیت کنید، افسران کمک کنید، دستگیری کنید، خوانید. حتما افسران باید دو زبان خارجی را دانید. ما با صدها دولتی دنیا امروزا همکاری های نه اینکه اقتصادی و تجارتی و دیگر همکاری های نظامی داریم.
در شرایط بسیار مرکب و حساس جهانی معاصر از جمله شدت گرفتن یراق شوی با شتاب، جنگ سرد، عملهای تروریستی و اکستریمیستی، جنایت‌های کبیری، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکلانه فرامیده، مسئولیت هیئت شخصی گواردیای ملی، دیگر ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق تا رفت زیاد می‌گردد. من خود شاهدی زنده بودم که چگونه گواردچی‌ها و دیگر نظامیان در روزهای سخت و سنگین جنگ شهروندی چگونه جانبازی‌ها کردند. ضرور است که به خاطر مقاومت با تهدید و خطرهای ذکر شده فعالیت هیئت فرماندهی و ستادی ساختارهای نظامی کشور و همکاری همه جز و تامهای قوای مسلح باز هم تحکیم و تقویت بخشیده شد. در رابطه با این رهبریت گواردی ملی را ضرور است که رعایت بیچون و چرا و حتمی قانونیت، تقویت کارهای سیاسی و تربیوی، همچنین بلندبرداشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه خدمتچیان حربی و انتخاب و جابجاگذاری درست کادرها را تأمین نماید. من با صداقت و شجاعت شما گردان دلیر وطن، ننگ و ناموس وطنداری و غیرت و مردانگی خدمتچیان حربی قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق تاجیکستان صاحب اختیار اعتماد کامل دارم و با اطمینان اظهار می‌دارم که آنها منبعد نیز از عهده اجرای وظیفه پرافتخار خود و قرض فرزندی خویش در نزد وطن و خلق تاجیک سربلندانه می‌برآیند. بار دیگر همه شما معاوضان دلیر و جسور وطن را به افتخار جشن بزرگ استقلال و 30 سالگی تأسیس یابی گوارد ملی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک میگویم. با هر یکی شما تندرستی، اراده مستحکم و روحی قوی و برای تاجیکستان عزیزمان صلح و ثبات جاودانی و پیشرفت و آبادی باز هم بیشتر آرزو می‌نمایم. جشن مقدسی 34 سالگی استقلال دولتی و 30 سالگی تأسیس یابی گواردی ملی مبارک فرزندان دلیر و شجاع وطن. اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان، شرف پرد نظام با مرشی تنتنوی. موافقی روتای اول روبرو، دیگرم برراست گرد در مسافه یک صف بند، توجه برراست بو قدم مرش. گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان دستاوردی دوران استقلال، رمزی دولتداری نوین ملی، نشان از تاریخ دولتسازی و لشکرداری نیاگان تاجیکان می باشد. در طول 30 سال فعالیت گواردیای ملی به ساختار قدرتمند حربی تعینات مخصوص تبدیل یافته. هیئت شخصی آن محافظت دستاوردهای استقلال، امنیت دولت و جامعه و انشاءات مخصوصا مهم دولتی را تأمین می نماید.
های ارکستر حربی نفسی گذشت نظامی را افسران و سربازان بتالیون قراول فخری گواردیای ملی پرچم برداران مراسم های مهم دولتی آغاز کردند. گارد ملی چهره قومیان وطن، گارد ملی قدرتی بازوان وطن، گارد ملی پاسبان سران وطن، گارد ملی عبرتی صفکشان وطن. امروز در گذشت نظامی بغیر از هیئت شخصی گواردیای ملی افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه، ستاد گنرالی قوه‌های مسلح، افسران و کورسانتان دانشکده حربی، هیئت شخصی قشون‌های زودعمل، قوه‌های حربی هوایی و مدافعه ضد هوایی، افسران و عسکران قسم و واحدهای علاهیده قوه‌های مسلح، همچنین واحدهای تعینات مخصوصی وزارت کارهای داخلی و قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان اشتراک دارند. ما چو سربازی وطن با عهد و پیمان صف کشیم، حامیان کشوریم و تحت فرمان صف کشیم. هر تشکیل ارتشی ملی ما سربت هیچ بهر امری پیشوای تاجیکستان صف کشیم. قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان در هماهنگی و یکجایگی قادرند که ثبات و امنیت جامعه، حیات آسایشته مردم کشور، تمامیت ارضی و استقلال دولتی را تامین نمایند، زیرا قوه ظفر آوری ما در اتحاد و یکدلی ماست. جان من، روان من وطن نثار توست، جسم من، وجود من حصار توست. کوهم و زی مرز تو به پس نمی روم، چون قسم به واپسی نفس نمی روم. افتخار ما زی استقلال ماست، افتخار ما زی استقلال ماست، از صفای بخت و از اقبال ماست. شکر آبادی دوران میکنیم، شکر خاکی تاجیکستان میکنیم. قابل ذکر است که با تشبث و دستگیری های بی‌واسطه بنیادگذار ارتش ملی، پیشوای ملت، سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح ژنرال ارتش امامعلی رحمان در راه تأسیس ارتش ملی، آموزش هیئت شخصی، بلند برداشتن آمادگی جنگی و پرزور نمودن قدرت مدافعی کشور تدبیرهای مشخص اندیشیده شد. همین استراتژی سپهسالار توانا بود که امروز ارتش ملی به رکن اساسی و پایدیوار استوار تاجیکستان صاحب استقلال تبدیل گردیده است. بادی پرز مهر و وفای وطن، شعله بارد زی چشمش صفای وطن، در درفشش ظفر، در قدومش هنر، او قدم میزند در دفاع وطن. چونین از ازل بود حفظ وطن، بودندی همه گردها تن به تن. کنون نوبتی ماست، ما حامیم، و جان حامی صلح و آرامیم. افسران گارد ملی تاجیکستان، گردهای بی‌نظیری
تاجیکستان. صد هزاران جنگجو را روی زانو می نشاند قدرتی بازوی سختی 1000 تاجیکستان. معلوم است که موقع ارتش ملی را آماده‌باشی بلند جنگی، تأمینات اسلحه و تکنیکا، انتظام و مهارت و ملکه کسبی هیئت شخصی معین می‌کند. این است که به این مسائل از جانب تمام ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق کشور دقت جدی ظاهر کرده شود تا امنیت دولت و ملت، دخل ناپذیری حدود جمهوری، مستقلیت کامل، حفظ مرز و بوم اجدادی و حیات آسایشته مردم تاجیکستانی عزیز همیشه تأمین باشد. به دست پرچمی بلند کاویان به پیش، به سوی بخت خیش سوی آرمان به پیش، به سوی رشد و پیشرفت جاویدان، به پیش ملت بزرگ قهرمان، به پیش تاجیکستان، به پیش. مبارک باد استقلال تاجیک، شکوه نصرت و اقبال تاجیک. و میدان زنان و بانوان، خدمتچیان حربی ارتش ملی نزدیک میشوند. خدمت صافدلانه و صادقانه گردآفریدان، دست شفقت و سازنده آنها همیشه باعث نظم و نظام، تربیه جسارت و دلاوری می‌گردد. از اینجاست که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان زنان و مادران را نگین تاج ملت گفتند. افتخار و سربلندی ما، صداقت و محبت زنان و مادران به وطن، به غمخوار و پشتیبانمان پیشوای ملت بی‌نظیر و بی‌کنار جاویدان است. وحدت و حکمتت منشأ قدرت است، سرورت بهترین گرد این ملت است. زیر فرمان او جان فدای تویم، صد قسم تا ابد با وفای تویم. گذشت نظامی را افسران و سربازان رابطه قربول فخری، پالک تأمیناتی و اداره کنی ستاد گنرالی قوه‌های مسلح و هیئت ارکستر حربی متحده ارتش ملی تاجیکستان انجام می‌دهند. ما جوانمردان افسرزاده‌ایم، از کنان کشوری آزاده‌ایم. مقتدر از ماست نیروی وطن، در رنگ حفظش به جان آماده‌ایم. دمیده صبح استقلال تاجیک، گل نور و استقبال تاجیک. مبارک باد این فرخنده دولت، همایون باد استقلال تاجیک. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. حالا فیلم مستند تلویزیونی صداقت وطنداری وابسته به 30 سالگی تأسیس یابی گواردیای ملی جمهوری تاجیکستان منظورتان گردانیده می‌شود.